اگر آدمی هستید که هر جایی میرید بهتون بی‌توجهی میکنن، شما رو دوست ندارن و اذیتتون میکنن و محترم شمرده نمیشید، به خاطر اینه که عزت نفس پایینی دارید و خودتون رو دوست ندارید. ما آدم ها انرژی هستیم و اگر شخصی که غریبه هم باشه بیاد کنار ما بشینه و 4 کلمه با ما حرف بزنه، کاملا متوجه اون انرژی درون ما میشه و طبق اون انرژی که درون ما هست با ما رفتار میکنه. بعضی از افراد که حتی اگر با شما صحبت هم نکنن متوجه اون انرژی درونی شما میشن. برخورد و رفتار دیگران با ما بخشیش به خاطر اون منش و بینش ما، به خاطر اون ادبیات و طرز صحبت کردن ما هستش، اینکه ما چجوری با بقیه رفتار میکنیم. و بخش دیگه از اون رفتار بقیه با ما نشأت گرفته از اینه که ما با خودمون چجوری رفتار میکنیم، با چه ادبیات، با چه لحنی با خودمون صحبت میکنیم، خودمون رو دوست داریم یا نه، به خودمون احترام میذاریم یا نه. چون همه این حس و حالی که نسبت به خودمون داریم درون اون انرژیمون هستش و بقیه اون انرژی رو میخونن، بقیه اون انرژی رو درک میکنن و با توجه به اون انرژی که ما داریم با ما رفتار میکنن. پس اگر ما شروع کنیم با خودمون بهتر رفتار کردن، محترمانه با خودمون رفتار کنیم و خودمون رو دوست داشته باشیم، بقیه هم ما رو دوست دارن و محترمانه با ما رفتار میکنن. تو خودتو ارزشمند میدونی یا نه؟ اگر واقعا عمیقا نه به کلام خودتو ارزشمند میدونی، پس دیگران هم تو رو ارزشمند میدونن و به تو احترام میذارن. ولی اگر تو هیچ احترامی برای خودت قائل نیستی، پس از دیگران هم نمیتونی انتظار احترام داشته باشی.